حاج آقا سلام. سلام قربان. خسته نباشین. حالتون بشم. خب بینندگان عزیز، در خدمت یکی از استادان بزرگ صنعت کفش هستیم و میخوایم از ایشون بپرسیم که چند سال سابقه این کار دارن و خودشون رو معرفی کنن. خب حاج آقا میشه خودتون رو معرفی کنید برای بینندگان عزیز؟ بنده خلیل شما هستم. مدت 40 سال تو کار پسته‌ای سازی. پسته‌ای سازی همین روی کفش رو بهش میگید پسته‌ای سازی. بله درسته؟ بله. به بینندگان عزیز عرض کنم که باید ببینیم که حاج آقا چقدر زحمت میکشن تا این صنعت کفش یک کفش بشه و تحویل ما داده بشه. خب حاج آقا از کارتون توی این مدت 40 سال که زحمت میکشید راضی هستید؟ نه بابا. چرا؟ به خاطر اینکه دستم گوشتم روی این کار، پاهم گوشتم، قلبم گوشتم، داغون شدم دیگه توی این کار. یه نه زندگی دارم، نه ماشینی، نه وسیله‌ای. خیلی این کار کیریه تخمی. ببخشید حاج آقا آرزوتون چیه؟ آرزو بیایید. دارم که اون کسی که چکشا داد دست میاد، مشکلات داد دست میاد، گردنه داد دست میاد، بلنده که تو قبل بکشنش بیرون. آدم چی خورده خالی پسته همین طرف رو